آقای دکتر، موهایی که بر اثر سفید شده، بر اثر ارسی سفید شده، آیا با این شامپو هم میتونیم سیاهشون کنیم و به چه مدتی؟ بله، کسایی که موهاشون سفید میشه کلا، حالا میگن ارسی، من که به ارث، مشکلات ارسی اصلا اعتقاد ندارم. یه بار باید یه برنامه بذاریم که کلا توضیح بدیم که آقا این بیماری ارسی اصلا دروغ محض. بعد حالا گیریم، حالا پدر مادرش موهاش سفید شده، ایشون هم سفید شده موهاش، چون جای پای اونا گذاشته، زندگی رو مثل اونا ادامه داده، نتیجتا باید به مشکلات پدر مادرش هم برسه. به هر حال اگه برخلاف جهت این حرکت میکرد نمیرسید هیچ وقت. توضیح داره البته میگم. اما بله، یه تعداد این به این اعتقاد سفید میشه موها، یه تعداد سردی زیاد میخورن، یه تعداد بیمار میشن، غم و غصه زیاد میخورن، حرص و جوش زیاد میخورن، افسرده میشن، موهاشون سفید میشه. هر سفیدی مویی که اتفاق بیفته رو سر هر کسی در دنیا، خب شامپوی الارا به صورت معجزه ای جواب. یعنی من باور بفرمایید توی مدتی که من این شامپو رو دارم توضیح میکنم، چقدر آدم ها چقدر این مشتریان به من رسیدن، چقدر این مراجعینمون به ما رسیدن و گفتن که آقا مگه این موهام سیاه میکنه؟ حالا ما برای رشد مو گرفته بودیم، برای تقویت مو گرفته بودیم، برای ریزش مو گرفته بودیم، به این نیت گرفته بودیم آقا این داره موهامون سیاه میکنه، این داره رنگ موهای خودمون داره برمیگردونه. و بسیار بسیار روی این قضیه ها میتونم تضمین بدم که این اتفاق داره قشنگ میفته ما این شامپو.